کوهستان و صخره‌های کوهستانی رو در دوران هخامنشی همه ترش دادن و این خودش به ما یک نظام علمی و هدفمند رو در دوران هخامنشی برای استراتژی و راه‌هایی که بین شرق و غرب وجود داشته نشون میده. اهمیت راه رو ما در 25 قرن پیش شاهد هستیم. بر اساس همین راه‌ها بود که آسارگاد به تخت جمشید، به شوش، به سار، به دریای مدیترانه و به همین نسبت به شرق تا هندوستان و سرحدات چین این راه یک شبکه بزرگی بود که نظام اقتصادی دوران هخامنشی رو پویا نگه داشت. در همین راه ها بود که ساتراپی های هخامنشی، استانه های هخامنشی مدیریت می شدن. به همین دلیل هم هستش که این راه ها با این عظمت برای دوران هخامنشی خودش یک قدرت بود. دره کلاوه هستیم که ورودی دره کلاوه هستیم که از آسارگاد میره به طرف تخت جمشید. این بخشی که در اینجا قرار گرفت و آثار کمبکاری که وجود داره، اینها در حقیقت برای مسیر راهی بوده که انتو با عنوان راه پادشاهی بین تخت جمشید و آسارگاد میشناسیم. این دره حدود 7 کیلومتر ادامه خواهد داشت، ولی بخشی که در واقع محل اتصال رودخونه هستش و برای راه اون قسمت پایین نمیتونستن استفاده کنن، اینها رو در پای کوه صخره بریدن و این راه رو درست کردن. و عده‌ای گفتن که این کانال آب بوده، ولی میبینید که این قسمت برای آب مناسب نیست. یعنی شما آبی هم جمع کنید از این قسمت خارج باشه. این رودخونه به اندازه کافی آب داشت، نیازی به این کانال آب در اینجا نبود.